ستر و حجاب مال تاجیکان نیست و ستر و حجاب فرهنگ بیگانه است. زیر این شعارها امروز بالای خواهران و مادران ما و شما فشارها آمده ایستاده است. یعنی که معنای صبر گفتن ما این نیست که مثلا زنها حجابشون رو کشن، بلکه صبور باشن، شکیبا باشن و حجاب خود رو نکشن. یعنی که این خیلی اشاره شد امر الهی است، امر پیغمبر است. حجاب شرف است، حجاب دین است، حجاب ایمان است و دین و ایمان باید انسان چنگ زند. به نام خداوند بخشنده مهربان، به مصاحبه امروزی ما خوش آمدید. ستر و حجاب مال تاجیکان نیست و ستر و حجاب فرهنگ بیگانه است. زیر این شعارها امروز بالای خواهران و مادران ما و شما فشارها آمده ایستاده است. آیا ستر و حجاب فرهنگ ما و شما نیست؟ آیا ستر و حجاب مال عرب هاست و یا دیگر قوم و ملت است؟ و آیا خواهران و مادران ما و شما از ستر و حجاب یا پوشش آنها دیگرگون بود؟ آیا زنی که حجاب میگیرد عقب مانده است و سترش مانع پیشرفت می شود؟ استاد به این شبهه چی جواب میگوییم؟ آیا ستر و حجاب فرهنگ ما و شما تاجیکان نیست؟ این لباس بیگانه است، فرهنگ بیگانه است. آیا به ما از خارج وارد شده است؟ به نام خداوند بخشنده مهربان. اصل این البته پوشش زنانه پوششی است که باید تمام بدنش پوشیده شود. خیلی که الله تعالی آدم علیه السلام همراه حوا فرآورد گفت و انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم، یعنی با لباس فرآورد. دیگر این که اولین متن که درباره پوشاک زنها صحبت میکند این 13 عصر قبل از میلاد بوده که زنهای آشوری که امروز در منطقه مسپوتامیا خیلی میگن بیا بین النهرین، لباسشون لباسی بود که وقتی کوچه میبردن باید حتما سر خود رو میپوشیدن، موی سرشون پوشیده میشد، یا اینکه به اصطلاح از چادر گوییم یا روسری گوییم به این برآمدن اونها من بود. و تا حتی یک اپوسی هست به نام اپوس گلگمیش که در منطقه بابل بوده است. اونجا هم یک زن مقدس است که با زنی با حجاب تصویر میشود. اونجا یکی حادثه مهمی که در تاریخ است سال 166 پیش از میلاد واقع شده است. قهرمانش یک گنرال و دولتمند رومی به نام گای سولپیتسکی گال میگن که زنش بار به اجازه شوهر میبرد و به روسری میبرد، زنش طلاق میدهد. وقتی که سببش میپرسن میگه که او برای مردم چیزی را نشان داده است که باید آن را تنها برای شوهر خودش نشان بده. یا مثلا حکیم ابوالقاسم فردوسی هم در شاهنامه آورده است که منیژه دختر افراسیاب فخر میکنه میگه که منیژه منم دختر افراسیاب تنم را ندیده آفتاب. بعد باز میگه که درباره مردم توران که منطقه ما اصلا منطقه توران است میگه که همه دخت توران پوشیده روی. از بیت فردوسی میگه که همه سرو بالا همه مشک بوی. بنابراین این چیزه مثلا فرهنگ بیگانه نام بردن خیلی جرأت میخواد در حقیقت که این حال پیش از اسلام مردم فارس چیز داشتن و بعضی از اون نقشه هایی که در ایران هم امروز هست زنها رو با حجاب و تا با روی پوش جلوه میکنن. بنابراین نمیتونیم که این فرهنگ بیگانه هست، بلکه یک فرهنگ اصلی بشری هست نوابسته از دین ها. اگر همین چیز اگر اسلام هم نوارده باشد و دین های پیامبران دیگر هم نوارده باشد، بشریت به همین چیز که پابند بودن. خیلی که من دو مثالی از آشوری ها آوردیم و از مردم رومی خدمت آوردیم. استاد حتی مثلا در بایگانی ها عکس های هست که همه مادران ما مثلا پر سطر کامل داشتن. بله. حتی دیروز یک عکس رو دیدم که من دور نمیریم سال 99 است، مثلا یک عکسی هست که زنها مادران ما و شما همینجا نشستگی هستن، همه تا حتی رویهایشون محکم است. مثلا یعنی چگونه میشود همه مادران و بیبی های ما مثلا با سطر بودن، امروز گوییم سطر مال ما نیست، سطر فرهنگ بیگانه است. استاد ابراهیم شما در این مورد چی گفتنی هستین؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اصلا اون چی که خداوند قانون گذاری میکند، شریعت خداست، قرآن به آن دستور میدهد، نمیتوان آن را بیگانه گفت مگر کسی که از قرآن بیگانه باشد، مگر کسی که اعلان کند که بنده خدا نیست. حجاب و ستر را، پوشش زن را قرآن امر کرده. خالق انسان را به آن دستور داده. چون اگه انسان جرأت میکند میگه که این فرهنگ من نیست، فرهنگ بیگانه است. یعنی اون خداوندی که شریعت نازل کرده همون خداوندی است که این طبیعت را آفریده.
میداند که جسم زن مورد محلی نظر و میل مردان است. به خاطر پیشگیری از فحشا و منکرات و اخلاق رذیله خداوند حجاب را تشریع کرده، قانون گذاری کرده، فرض قطعی کرده. مثل که نماز فرض است، زکات فرض است، حج فرض است، حجاب نیز فرض است. و انکار حجاب را اختیاری شماریدن یا حجاب را بیگانه شماریدن. حجاب به معنی ستر، به معنی پوشش، البته یک نوع لباس معینی فلان قومی نه، پوشش زن به جز دست و به جز چهرهش، همه بدنش، مویش و گردنش باید پوشیده باشد. این امر قرآن است. این را انکار کردن برابر این است که شخص نماز را انکار کند، فرضیت نماز را، فرضیت حج را، فرضیت زکات را، هر امری مشهور دینی را انکار کردن. انکار حجاب برابر انکار همین فرضهای دینی است. خب استاد میگویند که مثلا رنگ سیاه پوشیدن این مال فلان قومیت است. مختصرا میگفتید شرط های حجاب را بیان میکردید مختصرا که چه شرط ها دارد؟ حجاب از نگاه شریعت شرط های معین دارد که به رنگ هیچ تعلقی ندارد. و رنگ اصلا هیچ ملت و قومی فکر نکنند که رنگ معینی را مال خودش، لباس خودش تعیین کند. سیاه و هر رنگ دیگر رنگ است که هر ملت آن را به بر میکنند، میپوشند. بلکه شرط های معینی دیگر دارد که اگر حجاب آن شرط ها را نداشته باشد حجاب شرعی محسوب نیست. یعنی میشود نامش را حجاب گفت ولی حجاب شرعی نیست. حجابی که قرآن امر کرده شرط های معین دارد. شرط اول حجاب شرعی، حجاب قرآنی همین است که همه بدن زن را ساتر باشد به جز چهره و دستش، همه بدن زن را بپوشاند. شرط نخستش. یعنی اگر دست زن، گردن زن، هر عضو دیگری زن یا قسمتی از عضو اگر نمایان شود، این حجاب شرعی، حجاب قرآنی نیست. همه بدن زن را پوشاند. دیگر اینکه وسیع باشد، کشاد باشد. یعنی شرط دیگرش که تنگ نباشد تا اعضای زن نمایان نشود. شرط دیگرش این که تنک نباشد، شفاف نباشد چون که از پشت آن بدن زن نمایان نشود. شرط دیگرش این که عطر زده و خوشبوی نباشد. به این شرط ها زن به هر نوع متاع، به هر نوع رنگ میتواند لباس دوزد، بپوشد یا آماده باشد بخرد و بپوشد. رنگ آن مهم نیست، بلکه این شرط ها را باید داشته باشد. اینجا شاید مشکلی از دو طرف است استاد. یعنی که ببینیم بعضی مسلمانان فکر میکنن که حجاب باید حتما سیاه باشه. بنابراین طرف دیگر هم میگه که این سیاه‌پوشی از ما نیست و سیاه‌پوشی اینا چی؟ بله اینم باید اصلاح شه. اینم اصلاح شه که جوانان باید دونن که مثلا حجاب هر رنگش نمیتونه. مثلا همین الجزایر رو ببینید حجابش سفید است. بله. سب سفید حجاب میپوشن مثلا یا بعضی مناطق دیگه دارن. چند سال قبل یادم است مقاله نوشته بودم درباره زن‌های ژاپنی حجاب پوش، زنان مسلمان ژاپن که از لباس ژاپنی که خاص خود دارن، لباس ساتری پوشنده دختر خیلی زیبا میپوشیدن. اصلا همین نکته رو ببینیم که وقتی فتح اسلامی هم اومد ببینیم هر قوم با لباس خودش ماند. بله. و لباس هم خیلی گفتم پیش از اسلام اصلا لباس پوشاک بود، یعنی بدن میپوشوند. و به همون شکل موندن، هم اطلس تاجیکی موند، ادرس تاجیکی موند، چکن هم موند. مثلا مناطق ایران هم با لباس خودشون موندن، عرب هم با لباس خودشون موندن. یگان تغییرات در لباس وارد نکرده اسلام اصلا. حالا امروز هم اگر ما به عالم عربی نظر کنیم، مثلا زنان مصری دیگر میپوشند، زنان سوری دیگر میپوشند، زنان سعودی دیگر، یک فرقیت بین حجاب‌های اونها هست. به همین خاطر اسلام ضد هیچ عادت و تقلیدهای هیچ قومی نیست. یعنی میتوان فرهنگ ملی خود را در چارچوبه احکام شریعت، احکام قرآن حفظ کرد. میشد از چکن، از اطلس زن حجاب دختر بپوشد. ولی استاد اینجا سوال میباید که آیا لباس زن یا همون سطرش یا حجابش رنگارنگ خیلی جلب کننده شده میتواند موافق شریعت جایز است همین؟ نه البته لباس نباید جذاب باشد، لباس جذاب جلب کننده. چه لباس، حتی لباس مرد نیز باید از نگاه شرعی لباس شهرت نباشد، یعنی برای نمایش دادن. زنی که حجاب پوشد و مقصدش اظهار زینتش باشد که مردها با اون نظر کنند، الکی حجابش مخالفی مقصد حجاب است. یعنی حجاب را شریعت به این مقصد تشریع کرده که مردها سوی زن نظر نکنند. آن حجابی که نظر مردها را به سوی اون
زن جلب سازد ضد فلسفه حجاب است اصلا. به همین خاطر باید حجاب ساده و میانه و شکل باشد که باعث جلب نظر مردها نباشد. لیکن این نکته را نیز باید قید کرد که اسلام ضد زینت زنها نیست. زن اصلا طبیعتا زینت را دوست می‌دارد و شریعت برای زن زینت‌های خاص اجازه داده، از قبیل طلا و حریر که برای مردها اجازه نداده. یعنی طبیعتا زن زینت را دوست می‌دارد و شریعت برای اجازه داده، اما زینتش را مخصوص یک مرد کرده. به خاطر شوهرش باید زینت کند، برای نظر شوهرش. در درون خانه هر زینتی که میخواد میتواند استفاده کند، هر لباسی رو که میخواد بپوشد، اما در کوچه به خاطر پیشگیری از اخلاق رذیله، پیشگیری از انتشار شدن، پنهان شدن فحشا و منکرات و زنا که خالق طبیعت انسانی خوب میداند که بی ستری، نیم برهنگی چی پیامدهای بد دارد، زن را در کوچه از نیم برهنگی، از زینت نمایی منع کرده. و همچنین استاد حاضر مثلا همین عصر ما و شما زن را یک همچون کالا استفاده برده ایستادند. یعنی زن امروز متاع شده ایستاده است. حتی در رکلام هم زن استفاده میبرند، در همه چی زن. و فروش ماشین ها، معذرت استاد پیش گپتان، یک ماشین نو اگر مدلی نو برآورده شود، زنی نیم برهنه اون ماشین ها میکشاید، پرده را از روی ماشین میبردارد. یک نمیدونم تلفنی نو برآید یا روغنی ماشین برآید، هر چیزی میبینیم که در عموما به زن تعلق ندارند. یعنی زن ورزش هم بینه برای دقیقه‌های زن بود. یعنی زن وسیله جلب مال شده، وسیله بیشتر درآمد کردن شده. این از اهانت زن، این از خار کردن یعنی زن. به اصطلاح آزاد کردند و بله، به کالا تبدیل داد. این فلسفه رأسمالی است که زن را همچون یک وسیله بازار و سرمایه قرار داده. اما اسلام و شریعت را عزیز و گرامی و در سطر نگه داشته تا اون زینت و اون خوبی هایی که دارد خاص شوهرش درون خانه اش باشد. استاد اگر از جهت تاریخی گیریم، آیا همین فشار علیه سطر و حجاب زنها و مادران ما و شما سابقه داشت یا این اولین مراتب است؟ البته سابقه داشت. مثلا تاریخ هم بینیم اگر گشنده که مثلا دشمنای غیر مسلمان وقتی هجوم کردند، مثلا مغول آمدن، مثلا به چیزی مردم کاردار نشدن. یا اینکه مثلا امپری روسیه هم اومد سال 1861 چند اومد با اونقدر به دین و دینداری مردم کار نداشتن، چون که هدف اونا اصلا دزدی بود و تاراج بود و دیگر بایگر رو کچوندن بود. اما وقتی که دولت سویتی برپا شد، دیگه دولت عقیده‌ای بودن، دولتی که ایدئولوژی داشت، مثلا اونا برای خودشون مثلا یک هدف گذاشتن که ما باید انسان سویتی سازیم، انسان مردم را به دین سازیم. در مقابل انسان مسلمان باید انسان سویتی ساخته شود. و در حقیقت همین حمله شروع شد تقریبا میانه‌های سال 1920 از 25 و رسما تقریبا حرکت به نام حرکت هجوم پیدا شد در ازبکستان. اون وقت تاجیکستان یک جمهوری مختاری در هیئت ازبکستان بود. سال 1929 بعد تاجیکستان جمهوری مستقل شد. خب این حرکت هجوم 8 مارس سال 1927 در سمرقند یک میتینگ گردهمایی کلان تشکیل میکنن، زنها را جمع میکنن. تقریبا 10,000 نفر زنک، یعنی به طور دست جمعانه میآیند و حجاب خود در میدان ریگستانی همین چیز سمرقند. اون وقت سمرقند پایتخت جمهوری ازبکستان بود که تاجیکستان هم خیلی هیئتی اون بود. آتش میزنن 10,000 نفر خرسندی میکنن که دیگه من زن آزاد کردیم از این چیز. بعد میگن که در مدت 3 ماه بعد از اون دیگه تقریبا قریب 90,000 نفر دیگه در اطراف و اکناف همون جمهوری ازبکستان که اون زمان تاجیکستان در هیئت بود شروع میکنن برمی‌گردن. یعنی که همین چیز در تمام ناحیه هایی که همون زمان بود، در مرکز همون شهرها، در ناحیه ها همین چیز رو تطبیق کردن، زنها رو مجبور کردن تو فرنگی سازن. بله ببینید استاد که این همه حمله، این همه فشار، این همه حجاب سازی، امروز حال ازبکستان رو ببینیم که بازم حجاب هست، بازم روسری هست. یعنی این دین خداست، این شریعت خداست، اینو نمیتونن از بین برد. چقدر سیاه کردند، بدنام کردند همون زمان ها مثلا، ولی برعکس مثلا اینقدر بدنام میکردن، ولی من در یاد دارم زنها در وقت همون شوروی یکم سمینه میگفتن، دویم سمینه، 2 سمینه، 3 سمینه، با همین بهانه ها مثلا زنها رو کار میکردن، استفاده میبردن در زوادها و چی ها. خوبی کاری ارزون بود. بله. خوبی کاری ارزون. بعد دیگر همین چیزا میگن که همون یک گزیت به نام پراودا واستوکا، یعنی حقیقت شرق،
خیلی همینه چی میکرد برای مردم، چی میکرد که این مردم از حجاب رو کردن، این شد و شد، لیکن با وجود این نتونستن مبارزه رو، یعنی که حجاب ریشه‌کن کنن که فرنگی به بهانه فرنگی میگفتن. البته من تا یاد دارم که سال 85 مثلا در دوران اتوبوس گاه بعضی زن‌هایی رو می‌دیدم که از دهه‌ها می‌آمدن لیکن فرنگی داشتن. وجودم که اینقدر مبارزه بود لیکن نتونستن ریشه‌کن کردن. یا نمیتونن دیگه، این چیز حکم خدا هست دیگه. تاریخ هم دیگه یک معلم خوبی هست برای انسانی که میخواد عبرت گیرد. تاریخ معلم خوبی هست. یعنی استاد آن زمان استعمارگر آمده ضد فرهنگ ما که ستر و حجاب بود مبارزه بود و زنان را گویا در ناخنک آزاد کرد. اما جای عجبش این است که وی استعمارگر بود این کار کرد. امروز ما خودمان به دست خودمان ضد ستر و حجاب مبارزه میبریم. ستر و حجابی که پیش از آمدن این استعمارگری روس لباسی زنها، لباس مادران و بیبی های ما بود. امروز به نام نگهداری فرهنگ، حفظ فرهنگ، ما خود کار استیلاگر را، مستعمر را کرده ایستادیم. استاد به همون گفته شما که حجاب برای حفظ زن و عفت زن، ناموس زن و پاکدامنی زن اصلا در شریعت آمده است. امروز باز یک شبهه هست که میگویند که برعکس زنهایی که حجاب میگیرند بد اخلاق هستند یا اصلا آنهایی که بد اخلاق هستند و با رذیلت مشغول هستند آنها ستر میکنند گویا تا اینکه همون کارهای بدشان رو پنهان کنند. با همین به این چی گفتنی هستید؟ بله، در مورد این نکته اول که ستر وسیله حفظ زن، حفظ عفت زن، پاکدامنی زن است. البته نه تنها عفت زن را حفظ میکند، عفت مردها را نیز حفظ میکند. وقتی که زن در حجاب است مرد به آن نظری بد کرده نمیتواند. در نتیجه عائله حفظ میشود. یعنی حفظ حجاب، تشویق بر حجاب، این تشویق بر پاکدامنی، تشویق بر اخلاق حمیده، تشویق بر پایداری عائله هاست. شما جامعه های غربی رو ببینید، جامعه هایی که در آنجا حجاب نیست، نیم برهنگی است، وضع عائله رو ببینید که چه وضع دارد، وضع فرزند رو ببینید چه احوال است. یعنی این خود درس واضح است، دلیل واقعیت که مردمانی که از ستر و حجاب از شریعت الهی روی گردانیدن، نیم برهنگی را فرهنگ و مود قرار دادن، ببینیم که وضع جامعه ها اونجا چگونه است، وضع عائله ها اونجا چگونه است. حجاب این وسیله حفظ عفت و حیا و اخلاق حمیده و وسیله نگهداری و پایداری عائله هاست. اما در مورد این که حجاب داران بد اخلاق هستند، این ادعای باطل و این سخنی خیلی بهتانی عظیم است. چرا؟ چون که آیا این نفری که چنین ادعا میکند آیا اون آموزش میدانی در جامعه انجام داده؟ نزدش اون آماری دقیقی هست که هر زنی حجاب پوش بد اخلاق است؟ شاید عکسش صحیح تر باشد. یقین است که آماری در دست ندارد. یک ادعا و یک تهمتی بی اساس است. دیگر اینکه اگر زن حجاب میپوشد و بد اخلاقی میکند، این به این معنی نیست که ما حجاب را اختیاری کنیم یا حجاب را بگیم نپوشید. یعنی اون زنی که حجاب میپوشد یکی از فرضهای دینش را اجرا کرده و اخلاق حمیده، راستکاری و امانتداری و با عفت بودن فرضهای دیگری دینش است، اونها را نیز باید انجام دهد. نمی شود گفت که مدام بد اخلاق است حجاب را نیز نزع کند، خلع کند، کشد. کشیدن حجاب نیز از بد اخلاقی حساب می شود. یعنی آنچه که معصیت خداست، آنچه که معصیت دین است، آنچه که قرآن آن را حرام گفته بد اخلاقی محسوب است از نگاه قرآن، از نگاه شریعت. نمی توان گفت هر حجاب پوش بد اخلاق است. نمی توان گفت هر کسی که حجاب را می کشد خوش اخلاق می شود. برعکس باید آن نفری که حجاب دارد گوییم بسیار خوب، احسن، یکی از فرضهای دینت را اجرا کردی، اخلاقت را نیز نیک نما تا همه فضیلت ها را کسب کرده باشی. و آنی که اخلاقی نکو دارد، البته هست خواهران و دخترانی که اخلاق نیک دارند ولی حجاب ندارند، و آنها نیز میگیم احسن، این اخلاق نیکی که در تو هست خیلی فرموده های دینت را اجرا کرده ای. اما یکیش مانده، یکی از فرضهای دیگر که متعلق به زنان است، داشتن حجاب است، ستر است، این را نیز در پهلوی دیگر نیکی هایت اضافه کن، پر کن. یعنی این بهانه اصلا نو نیست. اون وقتی اومدن اون بولشویکان بهانه میگفتن زنها خوشون پایمال است، زنها آزاد نیستن، زنها غلامن، کنیزن. اینا به همین بهانه مثلا چی کرده بودن اون وقت. و زنها را مثلا بین اصلا
همین یک چیزی از اصطلاح بونم عقیبگاه شنیده باشید. اونایی که سال 41 45 در عقیبگاه خدمت میکنن، مثلا برای اونها لباس می‌داشتن، برای در زوادا کار میکنن، همه اونها هم زنای سطردار بودن. وقتی که اونها رو از فرنگی مثلا آوری کردن، اونها دیگه برای روسری میرفتن کار خودشون. لیکن اصلی همون عقیبگاه همون زنهای هستن، همون خواهرها و مادرای بیبی کلانه هستن که عقیبگاه رو تامین کردن. این هم یک قهرمانی است مثلا. یعنی این به مانند نفری است که استاد این شبهه طبیبی رو میبیند که سیگار میکشند، میگوید طب مثلا طب به طب طعنه میزند یا به طب اعتماد ندارد مثلا، یا میگوید که طب به سلامتی ضرر دارد مثلا، یا فایده ندارد لااقل. حجاب فریضه قرآنی باقی میموند، چه حجاب پوش، زن حجاب دار، سطر پوش خوش اخلاق باشد یا بد اخلاق، این به فرضیت حجاب هیچ تأثیری ندارد. اگر در میان 100 زن حجاب پوش 10 نفر اگر از دخترانی بد اخلاق دیده باشد یافته باشد، ما میگیم 90 نفر دیگر حجاب دارن خوش اخلاقن. چرا فقط سیاهی باید جست؟ به اصطلاح با یک مثال تاجیکی دارم که میگن که نباید که برای خاطر کک پوستین سوخته. خب استاد ادهم، به همون جوان دخترها، خواهران ما و شما، مادرانی که امروز به همین فشارها، به ریدها مثلا روبرو شده ایستاده‌اند، شما با آنها چی گفتنی هستید یا چی توصیه یا وصیت کردنی هستید استاد؟ توصیه ما این است که البته اول صبر رو پیشه کنند، برای اینکه این اولین مصیبتی نیست که بالی مسلمان ها آمده است. در طول تاریخ مثلا خیلی مصیبت های زیاد آمده بود، لیکن همیشه با صبر و با شکیبایی و با ایستادگی این رو پشت سر کردن. و البته به اصطلاح با دسیسه داده نشوند، به خشونت داده نشوند، در این مثلا به اصطلاح پرووکاسی هم داده نشوند، صبر کنند. ان شاء الله امیدواریم که عقل سالم غلبه میکند و اون مسئولا شاید به خود میآیند. در حقیقت من تعجب میکنم که مثلا مسئولی که همین چیزا مثلا به همین قانون آواز داده که همون چی رو تکمشه رو پخش کرده است، عادتا انسانی هستن که از 50-55 بالا هستن عمرشون، و اونا اگر چگونه این فرهنگ بیگانه معنی داد میکنن، در حالی که مادر خودشه، بیبی خودشه، تو حتی که به خود پیش خاطرش برای چه خیلی لباس میپوشتن، شاید بعضی همسرانشون، بله شاید بعضیشون خواهرش بهش سطر داشته باشه. در حقیقت انسان در حیرت میمونه که چگونه این چه اصلا عباری چی است، این عباری به اصطلاح رزینی است، بیگانه هر طرف کشیدن بود. لباس اروپایی هم بیگانه گفتم ممکن است این لباس حجاب هم خدا انصاف کرد، توفیقشون کرد، مردم صبر کنند دیگه. یعنی که معنای صبر گفتن ما این نیست که مثلا زنها حجابشون رو کشن، بلکه صبور باشن، شکیبا باشن و حجاب خود رو نکشن. یعنی که خیلی اشاره شد امر الهی است، امر پیغمبر است. یعنی که صبر کردن، یعنی که در همین ایستادگی کردن، در حجاب خود، در عفت خود، صبر بر طاعت خدا. بله، صبر در طاعت خدا. بله استاد، تشکر زیاد. استاد ابراهیم، البته پیامدهای این منع کردن این سطر و حجاب مادران ما و شما و گذراندن ریدها پیامدهای خوب ندارد در کشوری که اکثریتش الحمدلله مسلمان هستند. خب شما به جوانها و همچنین به خواهرها و مادرهای ما چی گفتنی هستید و چی توصیه دارید استاد؟ توصیه بنده به خواهران و مادران همین است که حجاب شرف است، حجاب دین است، حجاب ایمان است. به دین و ایمان باید انسان چنگ زند. این همان زمان است که پیامبر صلی الله علیه و سلم خبر دادند که به دین پایبند بودن مثل لخچه آتش را در کف گرفتن است و این اجر خیلی فراوان دارد. بنابراین در هر دور و زمان مبارزان قرآن، مبارزان شریعت هستند و در هر عصر و زمان مؤمنان صادقی هستند که بر دین و ایمان پایدار باقی میمانند. توصیه من همین است که این حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم را پیش نظر قاعده خود قرار دهند. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. امام احمد روایت کرده حدیث، پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن هیچ مخلوقی را، لا طاعت لمخلوق، این کلمه نکره در سیاق نفی آن افاده عموم میکند از نگاه زبان عربی. هیچ مخلوقی را، نوابسته از منصبش، نوابسته از کی هست و چی شخصیت است، نباید اطاعت کرده شود مادام با معصیت خالق امر میکند. ستر را کشیدن، به حجاب بودن، زینت نمایی کردن، گردن و مو نمایان بودن، این معصیت خالق است، امر حرام است از نگاه قرآن.
هر کسی به این امر زن را، دختری را، خواهری را امر میکند، اون خواهر نباید اطاعت کند. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. این حدیث است و این قاعده شرعی است. پیامبر صلی الله علیه و سلم را خداوند امر کرده، در قرآن گفته یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن. ببینید که در آیه های دیگر قرآن، تشریعات دیگر، ما احکام دیگر داریم که خدا میگه که فلان کار را کنید به واسطه، اما در اینجا و پیامبر صلی الله علیه و سلم سپارش داده است که ای پیامبر به همسران خود، به دختران خود، به زنان مسلمان بگو. یعنی وقتی که امر خیلی سپارش، دستور خیلی جدی است، پیامبر صلی الله علیه و سلم را امر می شود، سپارش می شود که این سپارش را به بنده ها برسان. شروع کرده از همسران خود، از دختران خود، به زنان مسلمان. این فرهنگ بیگانه نیست. این امر خداوند برای همه زنان مؤمن است. یدنین علیهن من جلابیبهن. روسری های خود را دراز پرتویند تا بدن خود را، تا پیشبری خود را، تا موی گردن خود را بپوشانند. یعنی ببین اگر اینجا اگر در آیات درباره حجاب گفته است، عرب ها رو مثلا امر به حجاب کرده است باشد که مسلمان اون زمان رو فارسو از اون پیشتر حجاب داشتن. خیلی گفته گذاشتیم. همه میگن که وقتی دختری کسرا هم بردن مدینه، میگن روش پوشیدگی بود. روی پوشیدن تا تو وقتی روش کشود نشدن نگذاشت که روش کشود. استادان عزیز و گرامی قدر، تشکر زیاد میگویم و انشاءالله با این صحبت به آخر میرسونیم و دعا میکنیم که الله حق سبحانه و تعالی مادران و خواهران ما را در کشور و در تمام کره این زمین خداوند نگهبان باشد و همیشه با عفت و با ستر و با حجاب آن را حفظ کردن و با همون زندگی به سر بردن الله حق سبحانه و تعالی کمکشان کند و انشالله یقین داریم که ما مسلمان ها این مصیبت هایی که حاضر آمده ایستاده است اینها موقتی هستند. یگان نفر در تاریخ نبود که دین الله را و فرمایشات الله را از بین برده باشد، بلکه میان خودشون شکسته. بله. یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو کره الکافرون. انا لننصر رسلنا. بله، الله وعده داده است و وعده الله این حق است و ما یقینا باوری کامل داریم و برعکس امید داریم که انشاءالله بین آنها مردانی هست که چنانه که میگویند الیس منکم یا فیکم رجل رشید، آیا بین شما یک مرد عاقل‌تر، داناتر نیست؟ انشاءالله امیدوار هستیم که از بین آنها مردهای عاقل‌تر و داناتر پیدا میشود و این چیز را از بین میبرد. حتی اگر هم از نگاه دینی و شرعی هم نگاه میکنیم، از نگاه حقوقی اختیار لباس حق هر یک شهروند است. بله، البته امروز کشورهای هستند که کشورهای اروپایی مبنا بر دیانت نصرانیت و مسیحیت، ولی در آنجا پوششی زنها آزاد است. هر زن چگونه چخیلی که میتواند میپوشد. به منصب‌های بلند زنان حجاب دار رسیدند و کار فعالیت دارند. بله و انشالله روزی میرسد که خواهران ما و مادران ما همچنین این حق و حقوقی که هم خداوند برای آنها امر کرده است و هم کانستیتوسیون کفالت داده است، این را انشالله به دست میبرند و شما نیز بینندگان را به حفظ و حمایت الله میسپاریم. الله همیشه نگهبانتان باشد.